بوکس برقی ساخت DCA مدل APB16 که برای کارهای جدی و سنگین طراحی شده. اگه تعمیرکار یا مکانیکی این پست رو حتما تا آخر ببین. بریم ببینیم جزئیاتش چیه. یه موتور با توان 450 وات داره با گشتاور 240 الی 300 نیوتن متر. پس برای پیچ های M10 تا M16 مناسبه. مجهز به شاسی کلید الاکلنگی برای چرخش به جهات مختلف. مجهز به سیستم ضربه‌ای فوق‌العاده با 2000 ضربه بر دقیقه که برای باز کردن پیچ های سمج عالیه. شامل گیربکس برقی تمام فلزی با کیفیتی بالا. زغالش هم به راحتی قابل تعویضه. حالا مناسب کیاس بیشتر. برای کارهای مکانیکی که مناسبه و برای کارهای ساختمانی مخصوصا برای باز کردن بولت هم انتخاب خوبیه. همونطور که گفتیم برای کارهای سنگین مناسبه و قیمتش به نسبت عالیه. برندش کاملا مطمئنه. DCA جنس نامرغوب نداره. بوکس 2 کیلو و 600 گرمی با درایو 1/2 اینچی که یکی از بهترین انتخاب‌های ممکن برای کارهای تعمیرگاهیه. یه بوکس برقی کامله با آچار 24 پین، اورینگ و گارانتی 18 ماهه میاد. اینجا ابزار مارکته، مرجع تخصصی ابزار. ابزار مارکت، مرجع تخصصی ابزار در ایران.